السلام علیکم بیننده عزیز ما. السلام علیکم عزیز تماشابین ها. من امروز ما آمده ایم برای تبریک کردن به دهه اهالی بالا برای خانواده حیدرآمد. البته در این روز خرسندی مادر عزیزی خاندان امروز مسعود دایتی جشن زادروز دارم و البته بیبی جان عزیز آنا جان دعاگوی رفاقتانه نیز جشن 85 سالگی خود را در این روز خرسندی برگزار کرده بودند. هر دو بانوان عزیز، هر دو مادران مهربان را همجای تبریک میگوییم. یک چند لحظه ها را پیشکش شما میکنیم. با ما باشید با شبکه شهنام رفتیم. السلام علیکم مادران مهربان، السلام علیکم زنهای زیبای آهلیک عزیز. امروز ما در خانواده حیدرآمد، در خانواده که پدر ما در این جانها در وقت جوانی به وی رسیدند، در آن خاندانی که پر از مهر و پر از آن احساسات های خوردی است مهمان شده ایستادیم. البته ما را وظیفه دار کردند که در اینجا زادروزی مادر مهربان خاندان مسعود دایتی و البته نیز پس از چند روز معین زادروزی رفاقتانه را نیز جشن میگیرند. ما یک تا کرسنگ میزنیم، مسعود دایتی و رفاقتانه را به صحنه تکلیف میکنیم. مرحمت به نزد خودم و مرحمت. خدا سنوکس خبری می بازم با میدونم میخوام شما زاد رو چشته کشه حتی تکلیف کنیم. مرحمت. السلام علیکم. البته امروز ما شما را تبریک کنی اومدیم. اعضام تمام فرزندان عزیز، اعضام داماد، کلین، نبیره های شیرین شما را تبریک میگوییم. امروز گفتن که تا آمدن و البته اعضام حیدرآمد شما را تبریک میگوییم. امروز روز زادروزتان مبارک باشد. گفتن که مادر عزیزی ما از همه گل خوشبوی ترین بهار ما هستند. هیچ وقت خسته نباشند و کسل نشوند. همراهی داداجان عزیزم عمری دراز بینند. سرفراز شده، سربلند شده، در سر ما تاج طلایی شده گردن برای ما بخت است. ما میخواهیم که هیچ وقت دمی پیری با از همدیگر جدا نکنند. فقط خوش و خرسند شده اطراف دوستان با در اطراف این خیلی دسترخوانی پر از ناز و نعمت الان خیلی در بزم زیبا زیبی خیلی بزم شوند. مبارک باشد. زادروزتان مبارک. امروز که روزی خرسندی است. هر دوی شما مادران مهربان را تبریک میگوییم. السلام علیکم. رفاقتانه شما تبریک کنی آمدیم. اعضام فرزند عزیزتان، اعضام خود، اعضام کمپانی خود شما را تبریک میگوییم. برای هر یک علامه بیننده های ما، برای هر یک مهمانان انم خیلی عمری دراز مانند شما نصیب کند و خیلی جوان و بردمدیل هستید، برنادیل هستید. جوانی و برنادیلتان با چشم نرسد، سلامتیتان با چشم نرسد. برای بیننده تقدیر خدا کردی زادروزی هر دویتان، هم کلید پاشا هم از آن خودتان قریب یک روز بود است یا خودتان انتخاب کرده بعضی زادروز یک روز میگذارن. گفتم کلید پاشا انتخاب کرده که شما هم خشتگی. امروز روزی خرسندی است، روزی خوشبختی است. هر یک شما آن را تبریک میگیم. البته که امروز از همه روزی خرسندی بوده است برای فرزندان. گفتم که مادر ما، مادر عزیزی ما اعضام حیدرآمد شما را تبریک کرده ایستادیم که مادر مهربانی ما در وقت خورده یک نانهای کلان میپختن حسین جان و گفتن زبان لال است. رحمت برای مادرمان که مهنت کردن، زحمت کشیدن، ما را به باور رساندن. مهنتی حلال کردن، آن زحمت‌هایشان راحتش را بینند. از پشت ما فقط سربلندی ها بینند. برای مادرم و برای زوجم رسانید. برای مادرم اعضام من، برای انمو خالجان عزیزت مسعود دایتی اعضام فرزندانشان رسانید که با چشم خیره‌بین نوری کوهستان مادرم، با چشم خیره‌بین نوری کوهستان مادرم، شعله از آتشی آتش پرستان مادرم. موج موی‌های سفیدت از سفیدی دل است، با همه پژمردگی سامانی بستان مادرم. روز و شب خوابت نمی
آید زی سوزش های دیل در غمی من کوچه خندان خانگریان مادرم بنگری هر بار بر گوهره خالی من یاد آری از من و رزقی پریشان مادرم از زمین لرزه ستونی خانه ترکیده است ای ستونی روزگاری نابسام آن مادرم. مادرانی مهربان، امروز برای هر یک فرزند مادر این از همان نعمتی بی‌بهاترین است. برای هر یک فرزند مادر چشمه مهر و محبت است. هر یک فرزند بیند در چهره مادرش خرسندی، خوشبختی، خنده را بیند، آن درد و غم آن را دور می شود. البته شمایان فقط خندیده گردید و در لب خنده هویدا باشد. امروز روز خرسندیتان مبارک باشد. از همین روز صاحب جشن ها برای شمایان پیوسته میگوییم بخواهم آسمان ماند برایت، زمانی گلفشان ماند برایت، بخواهم از همه پیر و جوان ها فقط رنگین کمان ماند برایت. حاضر تا آمدن همراهی حیدرامک هم صحبت شدیم. حیدرامک گفتن که برای من گوهر نایابی من مادر مهربانی من خدا را شکر میکنم. هر صبحی سحر خسته آفتاب را میبینم، مادرم در یاد من هستم، در اطراف من هستم، شکرانه میکنم. از خدا میپرسم که مادرم بریم ما همراهی همسرم پیر شویم. مادرم برای ما از همه انسان نیک هستند، هیچ وقت کسل نشوند و پیر نشوند، الان خیلی جوان گردند. آن نانهای زیبای پختنشان، آن حول رویهایشان، آن خزان روبی هایشان در خاطر ما هست. بسیار در یک زمان عجیب زندگی کردیم که مادر مهربانی ما برای ما زحمت میکردند و همراهی پدر عزیزم فقط در برای ما خدمت میکردند. رحمت برای که خیلی کلید یافتند که ما از پسی الان خیلی عائله خیلی فرزندهای زیبا را به دنیا آوردیم و از پشت آنها سربلندی ها میبینیم. و کنجی صندلی بنشسته شبها مادری پیرم، تو شاید جامعه دامادی میدوزی به صد نیت که روزی توی دیده در قدی من بشکند ارمان تا به حسن نو برنگی نو ببینی نوجوانیت. به آن دستان لرزان شرفمندت بمیرم من، نبیند چشم پر اعجازی تو در قوزه پیری، ولیکن باز میدوزی دسترخوان گلدوزی که روزی معرکه در بین مردم آبرو گیری. چه دنیایی است دنیایی ایا مادر، ایا مادر. مادران مهربان هم خیلی انسان ها هستند که در وقتی خسته شدن، در وقتی بیمار شدن هم فرزندم میگفتن، فرزندم بچه هم میگفتن. ولی این مادرانی که هستند که اگر یک لباسی نو، یک خوراکواری با مزه رو بینن، اگر اولین برای فرزندانشان به هم میبینن. این از بزرگی مادران، این از هستی مادران که اینقدر ما دوست میداریم. برای همین هم مادر از همه خلقتی نازنین هستند. امروز روز خرسندیتان مبارک باشد. حیدرامک هر دوی مادران یک خوش شرکت تبریک کنیم. مرحبا. این 20 سالی 20 گروه من همه فرزنده شدم، دیوارا شدم، همه سلام بدن الهی بزرگ ناز بگردیم اما سرام با راست کردم چین دل داریم دل برسه همه بیم زنده باشم اومان زنده رحمت. حاضر من سال شهر میدارم گفتم امروز حیدرامک گفتم که مایلش همین روز یک تمام شرکت خان برای ینگمولاد می ارزد برایشان خان که این خیلی فرزندهای صالح را برای من به دنیا آورد. من صاحب کسب و کار شده ایستادم، برایش رحمت گوی، برایش خان اگر تیرم به سر بارد تو را من دوست میدارم، اگر چرخم بیازارد تو را من دوست میدارم. قسم بر قاش و ابرویت، قسم بر شعله رویت، قسم بر چشم خمار تو را من دوست میدارم. گفتم مانند یعنی جوانی که جوان بودن الان خیلی دوست می‌داشتن تا حالیه. روز خرسندیتون مبارک باشد. قرصک میزنیم زاد روز مبارک باشد. امروز روز خرسندی را مبارک باد میگیم، مبارک باشد. البته رانا خلا میدونیم که شما اما جان کلانی خاندان تا خوشی که تبریک میکنیم. مرحبا. السلام علیکم میمونان، خوش آمده درگاه اکمبا. مادرم جان دلم به تو جهان را چا کنم، همه مهرم با تیو من دیگرش را چا کنم. بی جان صد بدره حضور نورای ورایه بینه پشت شما مان کوه برین گشتیم ینگملو شما هم صد بدره حضور نورای ورایه بینه
در دلتون چی آرزو نیت داره نیتتون برسه. رحمت سلامت باشم. البته امروز روز خورسندی است. کنی توفه های ارزنده و زیبنده رو میبریم این از شما گل های میسپاریم کنی آنا جانو آنا کلام بکنی گل های میسپاریم این نبیره ها کنی مبارک باشد. البته امروز مادر مهربان منصورداویتی هستید در اینجا کلیم پاشا گفتن که یک تا سورپرایز ما هست برای دومین مادر من که مرا کم و بیشم را سرزنش کرده باشن هم و علامین قناتی خود گرفتن خیلی که علامین مادر کلان ما علامین شانستون ما مادر ما را به وای رساندن این کس هم خیلی همچه دختر خودشان ما قبول کردن یک تا تلواری زیبای ما سخت هم نگوید ما پیش مهمانو برای مادرم همچون رمزی تشکر گذارانیم از نام خودم و از نام پسرشان گفتم مرحبا یک تا قرصک میزنیم توفه ها را میسپاریم مبارک باشد امروز روز خورسندی را مبارک باد میگوییم سادرس مبارک رحمت حاضر رفادانه امروز شما برای ما افسانه ما هستید شما که آن نفرهای رو دیدید بابای ما آنه ما هر آن کهن سالها رو دیدید برای ما دعاهای شما بی‌شبهه مستجاب است امروز حتی دعا میکنیم که وطن ما تنگ باشد آسایشته باشد همه امروز مهمانان مانند شما پیر شوند به درد و غم شده گردند حتی شرکت دعا میکنیم مرحمت تبریک کردم شما شما میمونای عزیز نوری دیده تا دیده همه کتون نزدکت سینه نزدکت خورد گبکای نقدنی رحمت سلامت باشن البته مانند شما پیر شوند ساق سلامت انم خیلی مانند شما جوان شده گردن اگر اینا با از همه توفه به باباترین انمین است امروز روزی خورسندی است کنی با تبریک میکردگی هستن می مرحبت السلام علیکم مهمانای عزیز و درگاه بی جانم دادا جانم خوش آمده هموتون بی جانم الهیم صد بدریم آنا جانم الهیم صد بدریم بی جانم دادا جانم کده خوش پیر شوند الهیم بختکای مانه بینن نورکای حضورش بینن پاکدامن چون مادری غمخورم هدیه کردم از چانیبی به غبارم مادر جانم مادر جان الهیم صد بدره غم نبینه الهیم چشمکاتم نما نبینه همه وقت خندیده گرده ساق سلامت گرده رحمت سلامت باشن مبارک باشن امروز روز خورسندی رو مبارک باد میگویم اکنون حاضر باز خوانهای تبریکاتی باشد میشنویم از بانوان از زنهای مهمان برناخاله زیبای ما هر بار میگوییم زبان ما برا میشود هر بار انمی خاله جانی عزیز رو بینیم اگر مرحبا رحمت بچه که عزیزم السلام علیکم مهمانان عزیز خواهران دادرکای مهربان خوش آمدتان نوری دیده و تاج سر میتونیم خواهرک عزیز مسعوده جان
الهیم 100 ساله شوی در دلکو چه آرزو نیت داری آرزویات و راست حضور نیوره و بچه کات بین الهی اصلا چشمه کد نما دلکو غم نبینه اپا جانات عزیز شمایم همچنون الهیم 100 ساله شوی در دلکاتون چه آرزو داری شما آرزویاتون برسه حضور نیوره و دختر و بچه کاتون بین الهیم مهان من همیشه شتگی کم الهیم 30 سال شما بدرایم الهیم نصیب کردگی باشه الهیم همه وقت ساقت و سلامت باشه مزاجا شما خوش پیر شوه دادرکم کتی در دو جایی که باشه ساقت و سلامت باشه خوش آمدتون با یک باری دیگه میگم رحمت السلام علیکم مهمونای عزیز امروز روز ازداد روز خدا از سخت بیلم تبریک کرده از نامی پسرم از قلب تبریک فرستاندم رسیابا تبریک کردم مادرشنا الهیم صحت بدری حیدر که خوش پیر شوه سخ سلام رفا خاله شمایم الهیم صحت بدری به درد به غم شوه سخ سلامت حضوری نیورویت دگرده رحمت سلامت باشن اینا کلین پاشو ها می کلین پاشو ها تبریک میکنن می کنی؟ مرحمت السلام علیکم مهمونای عزیز خوش آمدید و ایتمام الهیم 100 بدرم حضورکای نیوری کوشو نبینم پیر و بدولت شمم پچم کتی رفا خوله الهیم 100 بدره حضورکای بچه های بینه پیر و بدولت شد نیورکای حضورش بینه صاف سلامت اکر گرده نام میکوتو مبارک باشه مبارک باشد البته مهمانان عزیز میبینیم که در اینجا تارت های زیبای ما دوتاگی شمچه دارد هر دویشان گلها را گیره در دستشان امروز مادران مهربان نیت کرده انمی شمها را خاموش میکنن و پس از آن میبرن مرحمت نزدیکتر حیدر امک شما هم نزدیکتر یا نشان با نزدیکتر میستیم مرحمت Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. مرحبا وقتا شمهای پس میکنیم و نیت کرده پس از آن میبره مرحبا ای زادرز مبارک روز خورسندی را مبارک باد میبینیم مبارک باشد Happy birthday, happy birthday to مبارک باشد Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. شمسی دیرکر اکتا نزدیکتر استیم کنی مرحبت مرحبت البته از نام برادرانشان تبریک میگوییم السلام علیکم حتی شرکت تبریک کنیم مرحبا مرحبا تبریک کنه خوارتنا جمع کنه السلام علیکم
خواهر عزیزم دلم خدا عمرت یتا سو سلامت باش سرکای نیورت با من خوشخورت کتیم دلم سرد بدرو همه روزگارت همه وقت همه پر یاد شده گرد مالی سو سلامت باش کجا رحمت السلام علیکم مهمونان خوش آمده نویتیم با همون روزی تولدتون مبارک شد جان لویم ساعت بدره نواره ایواره چواره همش سروش به صاحبون شده کرده رحمتی کلام رحمت سلامت باشن مبارک باشن امروز روز خورسندی را مبارک باد میگویم زادروز مبارک کنی پسرشون همینجا میخودشون تنی تکلیف میکنیم مرحمت حتی مادر مهربان را نجانی دعاگوی را تبریک گویم مرحمت بیجان ساعت بدر ایلوین خوشکل شاید دادم کدی دوی نویرکو بینه رحمت البته امروز کمالیدین اکا امروز روز خورسندی هم آنا جان هم مادری مهربان همه آنا جانشان وقتی که پنسیه بار آمدن جمع کده همه صندوق پر کده نبیره ها با کلین آوردن گفتن اله هم نبیره کلین ها خاندانتون به خدمت کند مرحبا چی بگم من وقتی ما ساق باشن سلامت باشن نیوره چه میره سرش به ساق گردنون میروشن دراشن چی نیت که باشن نیتاشون برسن رحمت سلامت باشن نبیره ها تبریک میکنن یا اویره ها می سایش نبیره ها کنی نزدیکتر استیم کنی یک قطار شده مرحبا السلام علیکم مهمان عزیز خوش آمدید امروز آنم از آدرزشان اونا جانا ساعت بدره تبریک میکنم شمسی اجازم بیا شفاق داشته و کتبی شفاق داشته کنی سرسه خونه کنی ona bor dunyoda yashash boshqacha onani ta'rifi va mehri boshqacha aytmasamki hattoki 90 yoshgacha ona bor hayotda yashash boshqacha yashaydi onamiz bizlarni o'ylab tunu kun xudodan baxtini so'rab onasiz qolganlar to'ymaydi yig'lab ona bor dunyoda yashash boshqacha Mening onam dunyodir, mehr tili daryodir, zimistonda yelimni yoritguvchi ziyodir. Mening onam bir daraxt, jannat bo'yidagi tog', bir o'tkinchi olamda onam omad, onam baxt. Onajon, yurish mana tabrik mekunum. Iloyim sat badre, sog' salomat garda sarimon. Mening onam hayotdir, ko'ngildagi bayotdir. U bor ekan to abad mening qadim shamshoddir. Onaginam senday yaqin do'st yo'q ekan mehring ko'p omonga so'z yo'q ekan siz qilgan bu duolaru tilagingiz oldida bosh egaman soz yuragingiz qani bitta mo'jizaro'y bersa edi yo bir safar qo'llarimdan ketsa edi onajonim ko'zlaringdan nur bo'lardim mehribonim yo'llaringdan yo'l bo'larkan ona sat badring ona derajdan tumkar sat badring Dedin onam ba Xush omadi. Omadi. Rahmat. Azomak to tabrik میکنیم مرحمت. دیرزنم ورق شاه جلویم همه چی نیت که باشه نیتم برسه ساق باشه من نوارکا من تبریک کردم نوارکا من خوب همه گپای نقص زدن
iloyim chin niyatga bo'lsa niyatim barasa sog' bo'lsa salomat bo'lsa hamma sarakamba ro'zqa rahmat salomat bo'lsin akrom hamijo meraqsami berunba mikjo meraqsam berunba raftim یک جای هم ما خوشرکده خورسندی میکنیم تانی سرشونا خوش شمسیدی نکن مرحمت من اینجا با اکون فقبا حضور زادرونشون اونم همه خدایم تعالی خدای عمره اینا ساق باشن سلامت باشن هم وقت سر مومبا راست کردن مون خوشتن ساق باشن سلامت باشن رحمت زادروزی مادرجانی عزیز بوده است پگاه هم شمسی نکرد تبریک کنیم مرحمت 85 سال بیجان الهیم سر بدره سر مومبا ساق سلامت کرده دادم که بیتون آنها جان من سر بدره همه سرکای مومبا ساق سلامت کرده رحمت سلامت باشن اکنون شروع کرده به رقصه امروزه وزن را دوام میدهیم مرحمت سرودهای شو همجای خورسندی امروزه را دوام میدهیم مرحمت
مهمانداری خانوات ما فقط توی شب روز خرسندی و بیام من بیننده های عزیزی ما از تمام روی دنیا ما رو میبینند من از دیدار شما هم خرسند شدم یک گله انسان ها برای بیننده ها رحمت میگویم که با ما هستند فقط در آخر روزهای خرسندی پیشکش شما میکنیم با ما باشید دکمه لایک را زد کنید و البته با کانال شهنان همراه ما باشید برای مهمانداری رحمت سلامت باشید زلفت خم خم زدای قاشات قلم زدای قاشات قلم زدای آچیق خشرو شده روی دلم غم زدای روی دلم غم زدای زلفت خم خم زدای قاشات قلم زدای قاشات قلم زدای آچیق خشرو شده روی دلم غم زدای روی دلم غم زدای قاشات قلم زدای زلفت خم خم زدای قاشات قلم زدای زلفت خم خم زدای
غم زده